فمن، جنبش سینه لخت‌ها. فمن اندیشه و جنبش جدید فمینیستی است که در سال 2008 در اوکراین بنیاد نهاده شد. این جنبش امروزه به یک جنبش جهانی برای سازماندهی راهپیمایی‌های اعتراضی تبدیل شده است که در آن زنان بدون سینه بند یا سینه‌های لخت وارد میادین اجتماعی می‌شوند. این جنبش در اساس معترض و مخالف سرسخت روسپیگری، شیء ابزارسازی زنان، توریسم جنسی، نهادهای دینی و شرکت‌های جهانی، روابط زناشویی، تجارت سکس، سلطه مردان و دیگر موضوعات اجتماعی، ملی و بین‌المللی است. این جنبش برای جلب توجه مخاطبین خود به مسائل زنان به رونمایی سینه‌های خود پرداختند. این گروه از منظر فلسفی معتقدند که بدن زنان یک ابزار مؤثر پدرسالارانه‌ای برای فروش همه چیز است و به همین منظور معتقدند که خود زنان نیز از این ابزارسازی بدنشان برای طرح شعارها و مطالبات فمینیستی باید بهره بگیرند. فمنها بر این باورند که آنها فمینیست‌های جدیدی هستند که نرم‌های متداول و سنتی موجود مبارزات فمینیستی را به نقد می‌کشند. فمنها و هواداران آنان می‌گویند با برهنه‌سازی سینه‌های زنان ابزار صاحبان صنایع سکس کم اثر خواهد شد و چشمچران‌های تبلیغات رسانه‌ای از دیداری تا نوشتاری و پورنوگرافی با دیدن تصاویر سینه زنان فقط کالاهای مصرفی به یادشان نیامده و شعارهای فمنها بر بدنشان نیز یادآوری خواهد شد. برخی معتقدند که بدور از رونمایی سینه‌ها، نگرش این گروه همان اعتراض سنتی فمینیستی است. الکساندر چونشکو، یکی از رهبران این جنبش، میگوید که ما قصد افشای راهبردهای خود را به جهان نداریم. ما مانند یک نظامی آماده عملیات جنگی میشویم و روش‌های تهاجمی خاص خودمان را تمرین کرده ایم. تحلیلگران معتقدند که بدن زنان همواره بخشی از کمپین مبارزاتی آنان بوده است. در سده 1900 طرفداران حق رأی زنان اعتصاب غذا کردند، زمانی که در کمپین حق رأی زنان بازداشت و زندانی شدند و از بدن خود برای مبارزه بهره جستند. در سال 1968 گروه معروفی از زنان معترض در شهر آتلانتیک آمریکا جمع شده و سینه بند یا سوتین‌ها، مژه‌های مصنوعی، کمربندهای چرمی، دستگاه‌های فرزنی مو و سایر وسایل سرکوب زنان را به زباله‌دانی پرتاب کردند. در دهه‌های 70 و 80 همین قرن گذشته بود که بسیاری از سعودی‌ها با رونمایی سینه‌های خود برای اعتراض به سکسی جنسی کردن سینه‌هایشان به سواحل دریا ریختند. ولی بهره‌جویی از سینه‌های کنشگران فمن به عنوان اسلحه‌ای برای دفاع از آرمان‌هایشان روش کاملا جدیدی است. فمنها میگویند با توجه به اینکه سینه زنان وسیله شده تا صاحبان صنایع و کالاها به فروش همه چیز روی آورند، فمنها نیز معتقدند ما نیز از سینه‌هایمان برای فروش ایده‌هایمان بهره می‌گیریم. فمنها قصد تبدیل شدن به فمینیست‌های سنتی را ندارند که فقط اینجا و آنجا صحبت می‌کنند و هیچ تغییری نیز صورت نمی‌گیرد. این جنبش جدید فمینیستی خود را افراطگرای جنسی نیز معرفی ساخته که نوعی ایدئولوژی جدید اعتراض جنسی زنان با سینه‌های برهنه به صورت مستقیم است. این سکستومیلیسم به دنبال دفاع از حقوق زنان، مبارزه علیه دموکراسی مهاجم، پدرسالاری در همه اشکال آن، خواه دیکتاتوری، قدرت کلیسا و صنعت سکس است. فمن بودن عبارت از بهره‌گیری از همه سلول‌های بدن برای مبارزه بی‌امان علیه تاریخ بسیار طولانی بردگی زنان است. این گروه شامل کسانی هستند که بنیادهای جهان پدرسالاری را با اندیشه سکس، زیرکی، ایجاد بی‌نظمی، ایجاد ترس در جهان مردانه به لرزه در می‌آورند. جنسیت زنان همواره در تاریخ مورد سوء استفاده قرار گرفته است، ولی پیش از دستیابی به حقوق سیاسی و حق رأی برای زنان، صنعت سکس در جهان به طرز آشکاری گسترش یافته است. بدن زنان در طول تاریخ هرگز مانند عصر حاضر چنین مورد بهره‌کشی قرار نگرفته بوده است. از این رو مبارزه برهنه شکلی از اعتراض است که مدعی است بدن زنان متعلق به خودشان است و زنان بدان غرور می‌ورزند. آنان معتقدند وقتی ما لباس را از تن به در می‌کنیم به سهولت می‌توان دید که ما زنان هستیم. بدن ما زنان ابزار اعتراض ماست.
اینا شونچونکو از رهبران بنیادگذار فمین در اوکراین معتقد است ما زنان باید خودمان باشیم. ما نیازی نداریم که شبیه مردان باشیم. فمینیست‌های سابق به دنبال مشابه سازی با مردان موی خود را کوتاه کردند تا نشان دهند که ما زنان می‌توانیم دقیقاً مانند شما مردان باشیم، ولی ما فمین‌ها نمی‌خواهیم مانند مردان باشیم. ما حق داریم متفاوت باشیم. ما حق داریم زیبا باشیم، مورد احترام قرار بگیریم، آرایش کنیم و نسبت به خود و بدنمان مغرور باشیم. وقتی ما در فضای علنی برهنه می‌شویم، مردان صاحب قدرت به وحشت می‌افتند. آنان واکنشی نمی‌توانند نشان دهند جز این که ما را سرکوب کنند. ما در حال حاضر مبارزه با مرزسالاری در سده و وجه اصلی آن یعنی سوء استفاده جنسی از زنان، دیکتاتوری و عقاید تند مذهبی هستیم. این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم با بدنمان، تمایلات جنسیمان چه کنیم، آنها را نشان دهیم یا پنهانشان کنیم. او معتقد است که نئوفمینیست‌های امروز به جای تکیه بر استدلال به تاکتیک‌های افراطی جنسیتی نیاز دارند، زیرا این تاکتیک‌ها طرف مقابل را به پاسخگویی تحریک می‌کند. او می‌گوید سالها پیش طرفداران حق رأی زنان از این شیوه اعتراضی استفاده کردند. بنابراین نمیدانم چرا اکنون فمینیست‌ها تلاش می‌کنند به ما انتقاد کنند. نسل جوان نمی‌خواهند یک فمینیست کلاسیک باشند. آنها می‌خواهند بخشی از فمینیست نوین باشند. به تعبیر برخی از بنیادگذاران این جنبش، فمین‌ها چهره، روح و خون جدیدی به فمینیسم اهدا کردند. چنکو میگوید ما در تدارکات یک جنگ برهنگی هستیم، جنگی با کمترین خشونت و سلاح. تنها سلاح ما بدن ماست و این قدرتمندترین ابزار برای مبارزه با دنیای مردان است. به تعبیر وی زنان در دنیایی از سلطه مردان زندگی می‌کنند و برهنگی تنها روش برانگیختن آنان است. برهنگی روشی است برای مبارزه علیه یک مثلث شوم، یعنی جامعه پدرسالار، بهره‌کشی جنسی، دین و دیکتاتوری. او میگوید به راستی برکندن لباس و برهنه شدن در انظار عمومی سخت‌ترین کار برای ماست، ولی این حرکت ما نوعی مبارزه است و مبارزه همواره سختی‌های خود را به همراه دارد. از نظر رهبران فمینیست‌های کلاسیک عمدتاً به دنبال برگزاری کنفرانس‌ها، نوشتن کتاب هستند. فمین‌ها نیز آرای مشابهی دارند، ولی روش آنها متفاوت است و این تفاوت در روش مبارزه است. اولین فمینیست‌ها برای حق رأی زنان در پوشیدن شروال و جین تلاش کردند و موفق شدند. زنان اینک در پارلمان‌ها نیز شلوار می‌پوشند، ولی آیا مردان به سخنان آنان گوش می‌دهند؟ زمانی که هنوز زنان مانند برده زندگی می‌کنند و دارای فرصت‌ها و درآمدهای برابر با مردان نیستند، باید مبارزه را شدت بخشید. حرکت‌های اعتراضی این گروه در اکثر کشورها سبب برخورد کم و بیش خشونت آمیز پلیس و مخالفان با آنان شده است و آخرین بار نیز در دفاع از حقوق همجنسگرایان برای ازدواج در فرانسه به شدت مورد ضرب و شتم خونین قرار گرفتند. خاستگاه اصلی پیدایش این جنبش اوکراین بود. نیمی از روسپیان اوکراین را دانشجویان تشکیل می‌دهند. فمین‌ها معترض به نظامی هستند که در اوکراین روسپیگری را به رسمیت می‌شناسد و به تغییر رئیس جمهور اوکراین سیاست را شایسته زنان نمی‌دانند. فمین‌ها معتقدند در کشوری که 2 سال پیش از سوئد به حق رأی زنان رسیده است، نباید اجازه داده شود جامعه‌ای ساخته شود که نیمی از مردم آن یعنی زنان فاقد ارزش باشند. فمین‌ها همچنین علیه فساد در مدارس و دانشگاه‌ها و نیز علیه آموزگاران و اساتیدی مبارزه می‌کنند که به ازای نمره قبولی سکس طلب می‌کنند. گروهی از اعضای جنبش فمین طی اقدامی در لندن به حضور حکومت‌های اسلامی در المپیک اعتراض کردند. این زنان بر قسمت خود نوشته بودند شرم بر المپیک نه به شرعیت. در این مراسم یکی از فعالان فمین گفت که رژیم‌های دینی، سیاسی، فاشیست‌های زمان ما هستند. آنها با زنان مانند انسان‌های درجه سوم رفتار می‌کنند. فمین‌ها معتقدند سینه‌های آنها سیاسی شده و ناگزیر باید از این اندام سیاسی شده علیه آن بهره سیاسی برد. شوارترز، یکی از موافقان جنبش فمین‌ها، میگوید برهنه ساختن سینه‌ها توسط فمین‌ها طنز مؤثری در برابر نسل دوم و سوم فمینیست هاست. از نظر او این شکل از دیم برهنگی در برابر برهنگی مورد سوء استفاده از سوی صاحبان رسانه‌ها و قدرت و ثروت همانند آن است که فمین‌ها را راکت بوم رنگی پرتاب شده و از سوی این صاحبان قدرت در میان هوا گرفته و به سوی خود آنان پرتاب می‌کنند. وی در عین حال فمین‌ها را برحذر می‌دارد که با برهنگی کامل در حرکت‌های اخیر ممکن است کنش‌هایشان مانند راکت بوم رنگ به سوی خودشان بازگردد.
نسرین ستوده لنگرودی متولد 1342 حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک‌آزاری و کودکان در معرض اعدام را بر عهده داشته است. خانم ستوده در سال 1388 میلادی برنده جایزه حقوق سازمان حقوق بشر بین‌الملل شد. ستوده کارشناسی ارشد حقوق بین‌المللی خود را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و از سال 1370 مدتی نیز به فعالیت مطبوعاتی در نشریه دریچه گفتگو پرداخته است. همچنین مقالاتی در روزنامه‌های جامع، توز، صبح امروز و مجله آبان منتشر کرده است. هنگام همکاری با انجمن حمایت از کودکان 2 سال عضو هیئت مدیره این انجمن بوده است و اکنون یکی از حقوقدانان کمپین 1 میلیون امضا می باشد. ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان اعتراضات پس از انتخابات 1388 را نیز بر عهده داشته است. نسرین ستوده از 13 شهریور 1389 تا 27 شهریور 1392 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشتگاه اوین به سر برد. پس از آزادی بنا به دستور دادگاه انتظامی وکلا مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ماه 1393 به مدت 3 سال باطل شد. همچنین انجمن آمریکایی قلم پن جایزه خود را در سال 2011 به نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نویس ایرانی اختصاص داد. در آبان ماه سال 1391 نیز اعلام شد که جایزه آزادی افکار ساخاروف از طرف پارلمان اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. در تاریخ 13 شهریور ماه 1389 نسرین ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. او پیش از بازداشت بارها به خاطر فعالیت‌های حقوقیش مورد تهدید قرار گرفته بود. گروه‌های فشار از وی خواسته بودند که از وکالت زندانیان سیاسی دست بردارد. خانم ستوده اوایل مهر ماه 89 دست به اعتصاب قضا در زندان زد. او در سال 1389 در دادگاه به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. نسرین ستوده در تاریخ 7 1389 خورشیدی به اتهام بی‌حجابی در ایران محاکمه و به دلیل اعتراض به روند دادگاه به 5 روز حبس تعزیری محکوم شد. و این بار نیز به اعتصاب قضا دست زد که 49 روز طول کشید. در پی محاصره چند هفته شهر کوبانی توسط شبه نظامیان داعش و نبرد خونین اطراف این شهر، نسرین ستوده و 13 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی ایرانی در اعتراض به قتل عام نسل کشی غیر نظامیان توسط دولت اسلامی عراق شام دست به اعتصاب قضایی 3 روزه از روز 14 مهر ماه 1393 نمودند. نسرین ستوده در خصوص این اعتصاب قضایی 3 روزه این گونه توضیح داد: ما می‌خواهیم بگوییم که مسئله داعش فقط مسئله کردها نیست، بلکه موضوعی است که صلح کره زمین را تهدید می‌کند و ما امیدواریم با این کمپین توجه جهانیان را به این موضوع جلب کنیم تا برای توقف این توحش گسترده کاری انجام داده باشیم. خانم ستوده یکی از فعالین حقوق بشری در ایران میباشد که بیشترین عمر خود را صرف دفاع از زندانیان سیاسی، زنان و کودکان کرده است.